هموطنان عزیز، همه شما را به مناسبت فرارسی سال نو میلادی 2022 صمیمانه تبریک گفته و خاندان هر یک شما تندرستی، اقبال نیک و روزگار آباد آرزو می نمایم. سال 2021 که سپری شده ایستاده است، برای تاجیکستان عزیز ما سال واقعاً تاریخی گردید. در سال 2021 استقلالیت دولتی تاجیکان یعنی دولت ملی ما 30 ساله شد و مردم شریف تاجیکستان این سنه مقدس و بزرگ را با افتخار و سرفرازی و شکوه و شامت خاصه جشن گرفتند. از این لحاظ سال 2021 در تاریخ دولتداری نوین ملی تاجیکان با حرفهای زرین ثبت خواهد شد. وابسته به این میخواهم با قدردانی و افتخار خاطر نشان سازم که مردم شرفمند و زحمت‌دوست ما، صاحبکاران و تاجران وطن دوست و شخصان سخاوت پیشه به خاطر استقبال ارزنده این جشن بزرگ ملی سرجم و اهلانه کار کردند و صداقت خود را به وطن و ارزش‌های استقلالت و آزادی سرزمین اجدادی خود اثبات نمودند. در نتیجه زحمت صافدلانه، فعالیت صادقانه و سعی و تلاش وطن دوستانه خلق تاجیکستان، تمام شهرنایه‌های کشور تا دوردستترین دهات و محلهای اهالی نشین خیلی آباد و زیبا گردیده بسیار مشکلات اجتماعی ساکنان مملکت برطرف کرده شدند. سال 2021 کشور صاحب استقلال ما در همه ساحه‌ها به دستاوردهای نظررس نائل گردیده، شرایط زندگی خلقمان در مقایسه با سالهای پیشین بهتر شد و نفوذ و آبروی تاجیکستان در عرصه بین المللی باز هم تقویت پیدا نمود. در برابر این تاکید می سازم که وظیفه‌های حکومت مملکت، وزارت اداره ها و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ها و شهرنایه ها در جاده تامین نمودن رشد اقتصادی و اجتماعی کشور برای 5 سال آینده، یعنی تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی و باز هم بلند برداشتن سطح و صفت زندگی اهالی معین و مشخص می باشد. حالا وظیفه هر یک ما شهروندان تاجیکستان صاحب استقلال از آن عبارت است که به خاطر اجرای هدفهای در نزد ما قرار داشته و نقشه و برنامه‌های قبول کرده مان باز هم بیشتر زحمت کشیم، زیرا در برابر دستاورد و پیشروی‌های تا امروز نائل شده امان در زندگی مردممان هنوز مشکلات و مسائل زیادی حل طلب وجود دارند. لیکن تاکید می سازم که باوری ما برای حل و فصل مشکلات موجوده، یعنی تامین نمودن زندگی آسوده و با سعادت خلقمان، فردای آباد وطن و تحکیم اقتدار اقتصادی دولت قوی و قطعی می باشد. برای رسیدن به هدفهای نیکمان و اجرای نقشه و برنامه‌های سازنده امان ما ذخیره و امکانات‌های ضروری و مهمتر از همه مردم وطن دوست و زحمت‌قرین و با ننگ و ناموس داریم. هموطنان ما خوب آگاهند که
وضعیت منطقه و جهان تا رفت مرکب و پیشگوی نشونده گردیده. علاوه بر این مشکلات گلوبالی، گرمشوی اقلیم، خشکسالی و کم‌آبی پیهم، بالاروی نرخ محصولات غذایی، سوزشواری و کمچین شدن مواد آذوقه باعث به وجود آمدن مسائل بسیار مبرم در حیات اهل بشر گردیده ایستاده است. در چنین شرایط ما باید کوشش کنیم که از ذخیره و امکانیت‌های موجوده هرچی ثمرناک و عاقلانه استفاده کرده حجم استحصال محصولات را افزایش دهیم. بازار استعمالی و طلبات مردم را با مواد غذایی باز هم بهتر تامین کنیم. اقتدار صادراتی کشور را تقویت بخشیم و به مسئله صرفه و سرشته‌کاری اعتبار اولین درجه ظاهر نماییم. در پیام رهبر دولت سالهای 2022 2026 سالهای رشد صنعت اعلان گردیدند. هدف از این تشبث در دایره هدف استراتژی صنعت کنانی با سرعت کشور تکان جدی بخشیدن به پیشرفت صنعت می باشد. رشد صنعت یکی از عامل‌های مهمترین ترقیات دولت افزایش درآمد بودجه با مال و محصولات استحصال وطنی، تامین کردن ساکنان کشور و فراهم آوردن ده‌ها و صدها هزار جای نوی کاری برای هموطنانمان به حساب می رود. به هموطنان عزیز مراجعت کرده یک نکته مهم را خاطر نشان می نمایم که با انجام یافتن سال 2021 یعنی 30 سالگرد استقلالیت دولتی و فرارسیدن سال 2022 کشور ما به مرحله نوی رشد خود وارد می گردد. تمام سعی و تلاش ما در این دوره باید به خاطر باز هم آباد و زیبا گردانیدن وطن محبوبمان، من بعد نیز پیشرفته و نیرومند نمودن دولت صاحب استقلالمان، از امروزه بهتر ساختن شرایط زندگی خلقمان و در عرصه بین المللی بلند برداشتن آبروی دولت صاحب اختیار تاجیکان، یعنی با دستاوردهای ارزنده استقبال نمودن جشن بزرگ 35 سالگی استقلال و آزادی تاجیکستان به اشتهاسایمان روانه کرده شود. با اظهار اطمینان و عملی گردیدن نیت و نقشه های نیکمان بار دیگر تمام مردم شریف کشور را به افتخار فرارسی سال نو میلادی 2022 صمیمانه تبریک گفته با هر یک خاندان مملکت تندرستی و خوشبختی، اقبال نیک و فیض و برکت آرزو می نمایم. سال نو میلادی 2022 مبارک باشد هموطنان عزیز.